سلام. آموزش تست خودرو هوشمند بخش دیگری از آزمون رانندگی RTA در دبی رو با نومینا همراه باشید. برای دریافت ویدیوهای کاربردی دیگه ما رو سابسکرایب کنید و در صورتی که پیشنهادی دارید برای ما در قسمت کامنت بنویسید. آزمون خودرو هوشمند که یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های گواهینامه رانندگی RTA هست، شامل 5 بخش شیب، ترمز اضطراری، پارک دوبل، پارک مورب و پارک عمودی می باشد که به ترتیب اونها رو به شما آموزش خواهیم داد. بعد از اینکه ثبت نام کردید، مسئول مربوطه شما رو به سمت خودرویی در حیاط برای آزمون هدایت میکنه. هنگامی که وارد خودرو میشوید، صندلی را تنظیم کنید تا بتونید به راحتی به پدال ها و سایر کنترل ها دسترسی داشته باشید. سپس باید آینه ها را تنظیم کنید تا تصویر کامل و صحیحی را نشان دهند. آینه های بغل باید به گونه‌ای تنظیم بشن که بتونید دستگیره درب جلویی رو در گوشه پایین آینه و دستگیره درب عقب رو در قسمت بالای آینه ببینید. آینه وسط هم باید به گونه‌ای تنظیم بشه که بتونید به وضوح تمام پنجره عقب رو در اون ببینید. کمربند ایمنی خود را ببندید. آن را تا زمانی که آزمون به پایان برسد باز نکنید. در غیر این صورت باعث رد شدن شما در آزمون خواهد شد. وقتی که آماده آزمون شدید، منتظر باشید تا دستور شروع آزمون را بشنوید. Examination started. Please drive to start point. ماشین را روشن کنید، راهنمای مناسب را بزنید و برای اطمینان از ایمن بودن اطرافتان را نگاه کنید. در ماشین‌های اتوماتیک دنده را روی درایو و در مدل‌های دستی روی دنده 1 گذاشته و حرکت کنید. This is the slope test. آزمون شیب. شما در این آزمون از یک سطح شیبدار بالا می روید بدون اینکه خودرو به عقب برود. در محدوده بین خطوط زرد و سفید بین خطوط بایستید. وقتی که خط زرد به زیر قسمت جلوی ماشین رفت و از دید شما خارج شد، بایستید و ترمز دستی را به طور کامل بکشید. دنده را خلاص کرده، سپس اطراف را کنترل کنید و پس از اطمینان از ایمن بودن به دنده 1 بروید. گاز دهید تا زمانی که صدای لرزش ملایم موتور را بشنوید. کلاچ را به آرامی بالا ببرید تا به نقطه استحکاک یا ترمز برسید. This is the emergency brake test. در ماشین‌های غیر اتوماتیک با دنده 1 تا سرعت 10 کیلومتر حرکت کرده و سپس به دنده 2 بروید، اما سرعت را از 25 کیلومتر در ساعت تجاوز نکنید. با شنیدن صدای بوق تا جایی که می توانید محکم و سریع ترمز کرده و سپس کلاچ را به سمت پایین فشار دهید. فرمان را با هر دو دست محکم بگیرید و بعد از 2 ثانیه از توقف در ماشین‌های غیر اتوماتیک به دنده 1 رفته و در ماشین‌های اتوماتیک دنده را روی درایو قرار داده با نگاه به اطراف و اطمینان از ایمن بودن به حرکت ادامه دهید. This is the parallel parking test. آزمون پارک دوبل. با دنده 1 و به آرامی به حرکت ادامه دهید. جای پارک خود را انتخاب کنید. همانطور که به آن نزدیک می شوید، در جایی که خط سمت راست را همسط با داشبورد جلو دیدید، با فاصله حدود نیم متر از خط سمت راست توقف کنید. باید دید کاملی از محل پارک در آینه سمت راست داشته باشید. هنگامی که دنده را روی عقب می‌گذارید یک بوق می‌شنوید. راهنما را بزنید و کنترلی به ترتیب از نقطه کور سمت چپ، آینه بغل سمت چپ، آینه وسط، آینه سمت راست، نقطه کور سمت راست و شیشه عقب خود رو بکنید. پس از اطمینان
از سیف بودن دنده عقب حرکت کنید. در آینه بغل سمت راست خود گوشه خط زرد را که دیدید، اینجا اولین نقطه چرخش شما خواهد بود. ابتدا نقطه کور سمت چپ را یک بار دیگر چک کنید و سپس فرمان را تا انتها به سمت راست بچرخانید. همچنان به آرامی حرکت کنید، به طوری که محل پارک در آینه بغل سمت چپ شما دیده شود. دومین نقطه چرخش شما زمانی خواهد بود که گوشه محل پارک را می‌بینید. فرمان را به سمت چپ بچرخانید تا چرخ‌ها صاف شود. وقتی که دستگیره درب جلو در بالای خط سفید قرار گرفت، فرمان را کاملاً به سمت چپ بچرخانید. خودرو را به عقب حرکت دهید تا کاملاً در فضای پارک قرار گیرد و مطمئن شوید سپر عقب از خط پارک عبور نکند. خودرو باید موازی با خطوط چپ و راست محل پارک باشد. Exit from the parking bay. بعد از شنیدن این صدا به دنده 1 بروید، راهنمای سمت چپ را بزنید و برای اطمینان از ایمن بودن در هنگام خروج از پارکینگ به ترتیب نقطه کور سمت راست، آینه بغل سمت راست، آینه وسط، آینه چپ، نقطه کور سمت چپ را چک کنید و به آرامی به سمت جلو حرکت را ادامه دهید. Angle parking. پارک مورب، پارک کردن در بین دو وسیله نقلیه با زاویه 60 درجه می باشد. راهنمای سمت راست را بزنید، نقطه کور سمت چپ، آینه سمت چپ، آینه وسط، آینه سمت راست، نقطه کور سمت راست را چک کنید. هنگامی که خط زرد در زیر آینه سمت چپ قرار گرفت، مجددا فرمان را خلاف جهت بچرخانید تا چرخهای خود را صاف شوند. آهسته حرکت کنید. وقتی در آینه‌های کناری دیدید که دستگیره در از روی خط سفید عبور کرد، در این نقطه توقف کنید، ترمز دستی را بکشید و دنده را در ماشین‌های غیر اتوماتیک در حالت خلاص و در ماشین‌های اتوماتیک در حالت پارک قرار دهید و منتظر این پیغام بمانید. Exit from the parking bay. دنده عقب بگیرید. راهنمای سمت راست را بزنید. اطمینان حاصل کنید که خروج از پارکینگ ایمن است. با کنترل نقطه کور چپ، آینه کناری سمت چپ، آینه وسط، آینه کناری سمت راست، نقطه کور سمت راست و در نهایت شیشه عقب. سپس دنده عقب به آرامی حرکت کنید. هنگامی که خط زرد را در زیر آینه کناری سمت چپ دیدید، فرمان را کاملاً به سمت راست بچرخانید. برای اطمینان از ایمنی آینه ها را چک کنید. فرمان را
به سمت چپ بچرخانید و سپس به حرکت ادامه دهید. Garage parking. پارک معکوس همان تست گاراژ پارکینگ می باشد. با نگاه کردن به آینه در سمت چپ مسیر حرکت کنید. از کنار محل پارک به قدری جلو بروید که بتوانید محل پارک را در آینه بغل سمت راست خود ببینید. سپس توقف کنید. دنده عقب بگیرید. راهنمای سمت راست را بزنید. برای حرکت ایمن به ترتیب نقطه کور سمت چپ، آینه سمت چپ، آینه وسط، آینه سمت راست، نقطه کور سمت راست، شیشه عقب را کنترل کنید. سپس به آرامی دنده عقب حرکت کنید. اولین نقطه چرخش وقتی است که لبه دور پارکینگ را در گوشه سمت راست شیشه سرنشین مشاهده می کنید. نقطه کور سمت چپ را بررسی کنید. فرمان را تا انتها به سمت راست بچرخانید. دقت کنید که آهسته حرکت کنید. موقعیت خود را با نگاه کردن در آینه‌های کنار کنترل کنید. هر زمان خودرو داخل محل پارک قرار گرفت، فرمان را به سمت چپ بچرخانید تا چرخ‌ها صاف شود. آنقدر به عقب بروید تا دستگیری در جلو را در آینه کنار سمت چپ ببینید. همچنین دقت کنید که خطوط زرد زیر آینه‌های در قرار بگیرند. در این مرحله توقف کرده ترمز دستی را فشار دهید و دنده را در حالت پارک یا خلاص در ماشین‌های غیر اتوماتیک قرار دهید و منتظر شوید این پیام را بشنوید. Exit from the parking bay. راهنمای سمت راست را بزنید. روی دنده 1 یا در ماشین‌های اتوماتیک روی درایو دنده را قرار دهید. سپس مانند قبل جهت اطمینان از ایمن بودن اطراف را بررسی کرده و به آرامی به سمت جلو حرکت کنید. هنگامی که خط زرد نزدیک لبه درب خودرو می شود، فرمان را به راست بچرخانید. آزمون شما به پایان رسیده است. خودرو را به نقطه شروع ببرید و در یکی از جای پارک ها پارک کرده و متوقف شوید. ترمز دستی را فشار دهید و دنده را در حالت پارک یا خلاص در ماشین‌های غیر اتوماتیک قرار دهید. کمربند ایمنی را باز نکنید تا زمانی که این پیغام را بشنوید. Please collect test results from the waiting room. Goodbye.